سلام علیکم هواداران شهر محمد یاغون، به همتون صبح صادق مبارک باشد. خیر روز تا روز یار و دوستای ما بسیار شده است. میگن که آدم به دولت پشت درش یک کس میره، درختی که میوه شیرین داره ویر سنگ شپک بسیار میکنن. نسبت ما خیلی به خبرها بسیار میکنن، نه که تکیه بر خداوند. مرحمت برادرها، قصه نوبتی را گوش کنین، لذت برین، لایک فراموش نکنین. یک گروه برادرای غریب خواهش دید که همو انیقداد شهینه و یا نقل کنه. یک برادر زنمتیان آرزو حواس میکنه که روز تویم عرق نمیخورم، بعد توی با عروسی سویجک دیگه خانی نو من دیگه مردک دیگه زندگی ها را ایسا سر میکنه، همونجا با بخد میکنه. توی تماشا سر میشه، میان دیگه حافظی دو عروس میبیارن، شهر روزانه پلان میکشه که خرید نمیشه، عروسی نوی میره همون سکلتش یک کنیک میگیره میاره تی دیوان دا خانی خودش دا بجا میگیره که شو بعد توی با میشینم عروس خطی بیسته عروسی نو خطی استراحت. توی تمام میشه، شهر بعد توی میداره یک اوورین لباسا رو میره خوجی باید دسترخوانچه فریدگی عروس هم همه خیلی لو ده اوپکاف که دیگه رنگی کوکالا بره بی گیرگشتن ای همه دست دراز میکنه تی دیوان همه عرق بگیره مگه ای روزانه گودکا درانده بدین بطلکه رو آو گفتوی کدین دهشونه کدین نیمش ریخته دست دراز کنه همه تا بگیره مگه ای حالت آچی عروس پس تریزه انامه خیر نین زواره سر فوق بستگی رفته آمده سگه دختر ما چه خیلی دختریش مگیره شه همه خیلی بطلکه رو میره میبینه نیمش ریخته چه مگنه بله چه خیلی همه خلقه چه خیلی آدم منه سوکه بله یگان تا باور کده نمیشه بله همه رم کفتین یافتین همون بطلکه در دستش نوریش رو همه رم کفتین این خشتامان خیالی مکنه دخترش گفته سید با شست میره در همه خیرهوی مکنه میگه ای صابرجان بچه می ای صابرجان بچه می هیچ که دختری مرا چاقش دیگه نیسته، هیچ که دختری مخدی خور افتگی نیسته، کافتگی نیسته. ما پراست خمان اولاد ما دینامان همخاری کسکلانیم همون